ببین آقای راننده، چه خوب شد تو این دیار و قربت توی فقونسه شما رو دیدم ها، وگرنه چجوری خودم رو میرسوندم گرد همایی. راستی نمیشه بریم دور و برای چای چیزی بخوریم؟ من خستم، سوار طیاره بودم بابا جون. چرا نمیشه؟ الان خودم میبرمت یه جای تو. قربونت. داریم میریم گرد همایی، داریم میریم گرد همایی، داریم میریم گرد همایی. ببخشید، شما دارید میرید گرد همایی؟ نکنه گرد همایی دشمنان نظامو میگید؟ به نظر بنده اصلا این کارو نکنید. از صبح من به همه ایرانی ها همینو میگم، منتها کسی گوش نمیده، توجه نمیکنن. لااقل شما توجه کنید. ببین شوتی، خودت هم که گفتی کسی اینجا به تو توجه نمیکنه. اصلا توی این مملکت داری حروم میشی. به نظر من برو هندوستان، اونجا میپرستنت. آقا چرا توهین میکنی به بنده؟ بنده دیپلماتم، دیپلمات. چی؟ کیش و مات؟ خب معلومه هر کی با ما طرف شه کیش و مات میشه. آقا جان دارم میگم دیپلماتم، دیپلمات. چی؟ تیپ قات؟ قات زدی یعنی؟ قاطی داری؟ معلومه که قاطی داری. دیوونه کردی منو، بنده دیپلمات هستم، دیپلمات. چی؟ گندلات؟ اگه واسه همه گندلاتی، پیش ما شکلاتی. بیا اینجا بینم خودم نوکتو میچینم. بیا بگی بینه بابری